ما یک چیکار بگم در قشلاق 4-5 سفر داریم آخه. هنیل سفری بودرینگ میگن. اجاش میخواد ها ما سفری بودرینگ. از چنین گنجی فراوان و کفن باد نداد. هنر شما رو از اونه که مثلا در یک نقش چند دفعه بازی میکرد یک نفر شده. یک زن اومده در همین استانوفکای پیش بالینسه تولد کرد. بوس بلندتر گیره میکنه. چو کردی میگه. همه بدم آخی من اونجا تولد کردم. غیر این عالمی بداد و ماداد نداد. اون همسایه میبرد ای بوی خیلی میگه توزه میکند. روش سیاه میکند سگش دندان ندارد گفتن ایشتد. اکوی علاءالدین عبداللهیف یک لطیفه زیبای نمکینی دیگر برای ما شما میگوید. قبله صلاح دین تو جانی ماستی. بیننده های عزیز برنامه ما ادامه دارد و مهمان نوبتی ما حضور دارند در استودیوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد هنر اکوی علاءالدین عبداللهیف. سلام علیکم، شماتون بخیر، امیدوار هستم خوب باشید. بیننده های ما همه وقت منتظر صحنه های شما هم هستند، خود ما هم بسیار مشتاق دیدار شما هم هستیم. سلامت باشند و من از دعوت شما خیلی شاد هستم صحتمند باشید و خیلی شاد از آن هستم که در پهلوی یکی از برادران بزرگی ما استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد علی ایوبی که هممون دوستش می‌داریم، احترامش میکنیم، ارج میگذاریم به هنرشون، به صنعتشون، در امر اون کس هستم و خیلی شاد هستم. و شما گفتید در حقیقت زندگی ما به خرسندی، به شادی، به صنعت هیچ است. هر یک ایدی ما با قول پیشوای معظم ما با صنعت و با فرهنگش با زیب حسن دیگر میگیرد و این چنین مردم ما هم که مردم زنده دلند، مردم هستند که بسیار خندیدن رو، شوخی کردن رو دوست می‌دارن. با قول استاد که زندگی با شوخی و شادی خوش است، شوخی و شادی کنید ای زنده ها. یک لطیفه که خورده به یاد آمد، شما بدونید که ما مردم تاجیک به همه یک لقب میگذاریم، یک هم چی میگذاریم، یعنی که باری در یک دیهه، در یک قشلاق یک سفر گفتنی مردی کچیده می آید و برای زندگی یعنی دایمیش و در آنجا که زندگی میکنند مردم هم برای یک پیاله چای دعوت میکنند، میگوید نه ما همسایه شما میشیم، مکن همین در خرسندی های ما در همه غم زندگی ما با همراه ما باشین. این نام ما سفر باز یک بار دیگر من نوش جانتان من دسترخوان همه برای شماست. با اونجا البته یک موی سفید نشسته است، میدونید که در هر یک سرکار است، رئیس محل است در هر یک محل و دیه بندید که خیلی بسیار ناز سفر جان، بسیار ناز که آمدی نکرد، ما همین یک قدر احترام کردیم، ما را دعوت کردی، رحمت سفر جان، لیکن ما یک چیکار بگم در قشلاق 4-5 سفر داریم آخه. هنیل سفری بودرینگ میگن. اجاش میخواد ها ما سفری بودرینگ. هنیل سفری نکس میگن. اولی ماشین نکس می داشت که ما داشتم، من ماشین نکس می جواب. ایشون سفری فلانی میگن. ایشون سفر چرا چی نام بریم؟ میگه که من خیلی نامم سفر است. سفر میگم که یکون چون سفر میگه نه باشه که اگر نام تا یک چی بگو خیلی سفری چی بگم میگم اکا هم قدر وای اینش گپ میزنش باید میگه سفر میگه اکا من همین سفر میگم پروست سفرم بگیر خب میگم نباشم تو را امیلو سفری پروسته میگی. یعنی در اونجا نامگذاری کردم. سلامت باشید، تشکر زیاد. میخوام یکم وقت که دیگر از قسمتی آنه که مخلصان شما مردم سیری هنر شما رو از آنه که مثلا در یک نقش چند دفعه بازی میکرد یک نفر شده، خب چگونه است، چگونه سوق دارد، چگونه زحمت دارد این کار؟ البته کمی زحمت رو طلب میکند و اینچنین در بیشتر شما میدونید که از واسطه های تکنیکی قدر پیش رفتن و میتوانیم در یک نوار در یک کادر تا 4-5 نفر تا زیادتر رو استفاده بریم. یگانه مشکل در اون است که تکرار نشدن خصلت و خاراکترهای آفریده شونده است، یعنی که این
گپم سر هم میره برای این کمتر زحمت و اینقدر باید نازک تماشابین نازک بینیم و در پای بردن که قدر ما کوشش میکنیم که این لحنی این گفتار این مردم با اونش مانند نباشد و از گوش‌های و لحن‌های لهجه‌های گوناگونی منطقه تاجیکستان هم استفاده هم میبریم. بله. برای گاه بدخشی حرف میگه، گاه رشتی، گاه مثلا خطلانی و گاه مثلا زرافشانی و این قدر زحمت رو میطلب و از خودی هنرمند یک مسئولیت رو بیشتر رو طلب میکنند که تو جدی‌تر در این کار باشد و ما کوشش هم میکنیم که در تهیه هر یک نمایش، در ایجاد کردن هر یک صحنه شوخی های علاءالدین کوشش کنیم که این با آن تکرار نشود. بله. خب هست در نقشه که باز تو شاید جشن سالینه میلادی و شاید از اون پیشتر برای مخلصانتان صحنه های نو و جالبتر را پیشنهاد کنید؟ بله هست و در نقشه هم هست. البته کمی کارهای مسئولیت هایی که ما گرفتیم بازی گرفتیم و کار میکنیم کمی ما رو از کار ایجادی وقت رو کمتر میماند، لیکن کوشش میکنیم که تو مثلا ایدهای در پیش استاده چند صحنه نوی شوخی علاءالدین رو پیشکشی مثلا بینندگان و مخلصان و هواداران هنری خودمون گردانی. بله. خب تشکر زیاد و اکای محمد علی شما هم یک کمکک در مورد ترانه‌ای که همین حالا پیشنهاد میسازید، یعنی سرود سوم حرف بزنید که سرود با قلمی که است و چگونه آماده شده است. بعدا گمان میکنم که با پیشنهاد یک لطیفه دیگر از جانب علاءالدین عبداللهیف ما بیننده ها رو با یک ترانه خوشنود بسازیم. ترانه نوبتی من میخوام که از اجازاتی یک از شاعران بسیار زبردست، شیرین قلم، شیرین زبان، صلاح الدین علیزاده که خوانده باشم. او میگوید که قسمت تلخ به ما عشق خدا داد نداد، از چنین گنجی فراوان به کفم باد نداد. با قموزه شو با اسباب خانم حتما بسیار تشکر و اگر همین حال و لطیفه زیبا پیشنهاد بسازد گمان میکنم که نور علی نور میشود و بیننده های ما هم شاد میگردن. تشکر و دوستان عزیز یک لطیفه که آزیر من میگم این حتی به نوارم گرفتم شوخی علاءالدین، مؤلفش استاد قیام الدین چقلوف است و اون کس بسیار هجونیگار و هنرمندی خیلی متکرار بودن. واقعا خیلی است که زنی تولد میکند، البته تولد کردن خوب است، تولد میکند این طبیعتی است اون زنها است، تولد میکند در لیفت و بسیار از این بسیار ناراحت میشود، حتی گریان میشود. ماما دویه میاد میگه چی دخترم گریه میکنی؟ خب میگه من همه میگن که من در لیفت تولد کردم، برای همین من میخواد بسیار شرمم میاد دخترم گیره نکنه، هیچ گم نداره در لیفت تولد کرده باشی. انا سالی گذشته کو توبه کردم خندم میاد، یک زن اومده در همین استانوفکای پیش بلنیسه تولد کرد، بوس بلندتر گیره میکنه، چو کردی؟ میگه همه بدم اخی من اونجا تولد کردم. یعنی هر جزوی سلامت باشید. تشکر زیاد، صحتمند باشید. مرحبا ترانه رو میشنویم. قسمتی تلخ به ما عشقی خدا داد نداد، از چنین گنجی فراوان به کفم باد نداد. برد آن بخت و دی بیت الحزنی خیش به ما، بجز از کوهی غم و تشنه فرهاد نداد. قسمتی تلخ به ما عشقی خدا داد نداده.
هوسی دیدن آن یار بود و بر ما بجز از کوهی غم و تشی فرهاد نداد زندگی از دل ما یادی عزیزان بیستون غیر این عالمی بداد و ما داد نداد قسمتی تخت و ما عشقی خدا داد نداده بومی شب در دل من بیتی غمه کرده بینا غیر او قیصه گری قیصه ناشاد نداده هر قدر لاله رو خان از دل خاک کرده برون بر مرغی دل ما خواهشی فریاد نداده زندگی کرده مرا در بدر و غیر نشین زندگی کرده مرا در بدر و یک سری مو بدلم ناموسی اجداد نداده صفحه های دل ما سوخت که بگذشته ما به صلاح از سر نو قیمتی ایجاد نداده قسمتی تلخ و ما عشقی خدا داد نداد از چنین گنجی فراوان و کفم باد نداد بردان وقت و دی بیت الحزنی خیش و ما غیری آه و سیتم و ناله و فریاد نداده غیری آه و سیتم و ناله و فریاد نداده سپاس میگم و از نقشه ها و از تدبیرهای در پیش سوده استاد محمد علی ایوبی چند جمله گفته باشید که گمانم که بازم ایجادهای نو به نو رو روی کار میارید، ترانه های نو به نو میسرایید، آهنگ های نو به نو ایجاد میکنید. بله هنرمند هر لحظه و هر ساعت و هر دقیقه 24 ساعت یک شبانه روز برای هنرمند
وقت کم است که از ایجاد باید هیچ لحظه دور نباشی. حتی در خواب ایجاد میکنن، در بیداری ایجاد میکنن. و من شخصا اگر شما باور کنید در سر چنبره که ماشینم باشم یک لحظه یگان چیز ایجاد میکنم و با تلفنم ثبت کرده میکنم و با بیننده عزیز کوشش میکنم که یک چیز نو پیشکش کرده باشم، از خاطر که گفتن که حافظ صدا بگو تازه به تازه نو بنه. هرچند که سخن نو باشد، شعر نو باشد، ترانه نو باشد، اما قدر به تماشابین خوب است و ما هنرمندان پیوسته کوشش میکنیم که طبع و ذوق تماشابین رو به نظر گرفته، امکانات‌های بسیار زیبای جمهوری عزیزمان رو به نظر گرفته، همین قدر حیات شیرین و گوارای ملت ما رو به نظر گرفته، باید که همه پهلوی انمین آبادی و آزادی و محبت و صداقت رو باید که بسراییم. صحتمند باشد. و چون گفتیم دوستان عزیز که ایسا به انجام برنامه رسیده ایستاده، بازم در انجام اکوی علاءالدین عبداللهیف یک لطیفه زیبای نمکین دیگر برای ما شما میگوید، بعدا خیر خوش میکنیم با شنیدن یک ترانه. سلامت باشید. من حضور در وقتی صحبت استاد محمد علی ایوبی بسیار هم فکرم شدم، بسیار چون که من بیشتر بر فعال ایجادی استاد اهمیت میتیم و همیشه با همین محبت و زنده سراییشون، با همین ایجادشون من پیش از لطیفه گفتن امیر گفته هستم که من یک برنامه‌ای که شما تهیه نموده اید، برنامه فضا، در حقیقت یک فضای ایجادی، یک محیط خیلی خوب ایجادی است که در اینجا شما معرفی‌گر اینقدر هنرمندا هستید که من بعضی‌هاشون را میدونستم، دیده بودم، لیکن آرزو داشتم که در با طریق تلویزیون برآمد هنرنمایی کنن. شما اونها رو دستگیری میکنید، با شما اونها رو امکانیت میدید که در همین جا هنرشون رو، استعدادشون رو مثلا نشان دهند به مردم. و شما هم از فرصت استفاده برده کامیابی‌های ایجادی تمنا میکنیم. خوش که باشد سخن درباره همسایه میرود. بسیار همسایه در حیات ما، زندگی ما بسیار مهم است. ما اول میگن خانه نیو همسایه، بله همسایه اول انتخاب کن، بعد خانه تا میسازی. چون یک مردی در یک جا خانه میسازد و لیکن همسایه‌اش بسیار همسایه ناتوانبین، ممسک، خاصی بوده است که این هم بسیار آدم خوب، آدم نقص و پسرش یک سگ توفه کرده است، سگ بسیار خبگیر و سگ بسیار برای احتیاط، برای آنه که مردم آزار نیابند، در پس درش نوشته است که خوش آمدید به خانه مهمان دوستی ما، مهمان نوازی ما، لیکن احتیاط باشید سگی ما گزنده است. گفتن نوشته مانده است. اون همسایه میبرد ای بوی خیلی ویفته میگه تازه میکند، روش سیاه میکند، سگش دندان ندارد. گفتن نوشته همسایه خیلی کن ناتوانی. این مرد با یک چهره کشاده میبرد، آدم خوب بخیر. این همسایه خیلی نیست خیلی میگه تازه میکند و میگه که چی گیم که می همسایه آزار نیاورد. خبر می نیست بلی سگم دندان ندارد. راست گفتی همسایه، لیکن تو جانت برآمدن انت میلیسد. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. خوب صحتمند باشید. و دوستان عزیز، برای همه شما ما روزگار با فراغت، با سعادت، تن صحت، سلامتی بردوام و سعادتمندی دائمه را تمنا میکنیم. با امید آنه که این آخرین صحبت ما با هنرمندان با شما سر این سفره نباشد دوستان عزیز، و با امید آنه که تاجیکستان آفتابی ما آباد باشد، با امید آنه که عزیزان دل همیشه ما از صلح و ثبات و پایداری و از محبت داشتن به این وطن لب واکنیم، با امید آنه که دائم ما دوستان عزیز در خاندان ما تفلکان برقصن، شادی کنن، با امید آنه که همیشه تنصیحت و پیروز و موفق باشید. خب رسیدیم به انجام، بار دیگر همتون رو خوش آمدید میگوییم و با شنیدن یک ترانه دیگر از جانب محمد علی ایوبی دوستان عزیز تا برنامه های دیگر. مکان و هم مکان تو جانی ماستی، ای
بی نشان و هم نشان تو جانی جانی ماستی ای بی نشان و هم نشان تو جانی جانی ماستی ای در سما ما را نهان ای در سمک ما را بیان ای در سما ما را نهان ای در سمک ما را عیان ای تا عدم ما را فیغان تو جانی جانی ماستی ای تا عدم ما را فیغان تو جانی جانی ماستی خاک باد و آب و نار ای هر نفس ما را شمار ای آرزوی زلی دار تو جانی جانی ماستی ای عالمی مهر و وفا ای چشمه‌ای صدق و صفا ای دردمندان را شفا تو جانی جانی ماستی دردمندان را شفا تو جانی جانی ماستی شیرین و لیلای ما اقوام کوز رای ما ای دل بری بالای ما تو جانی جانی ماستی ای کوثر و ای سلسبیل ای زمزم و ای آب خیز ای کاف و مروه کوه شیر تو جانی جانی ماستی ای پرده‌داری رازی ما ای معجزی آغازی ما ای از دیگر آغازی ما تو جانی جانی ماستی ای از دیگر آغازی ما تو جانی جانی ماستی اسرار سیر ای جان و تن چون آب و شیر ای صبحی از ما برده دل تو جانی جانی ماستی ای کامی ما را اردوین ای خاتمی ما را نگین ای قبله صلاح دین تو جانی جانی ماستی جویاسی از ماسی زباستی از ماسی زباستی تو جانی جانی ماستی از ماسی زباستی تو جانی جانی ماستی از ماسی زباستی تو جانی جانی ماستی